والسلام على من اتبع الهدى. جناب ابو محمد مدنی هستین؟ السلام علی من اتبع الهدى. بله جناب ابو محمد مدنی هستم. بسیار خوب شد. ما شما به مناظره هم نیامدین، امروز وعده کرده بودین که بعد از عید به مناظره میایم و مناظره میکنم. بله ما وعده کرده بودیم و شاگردای شما به ما خبر دادن که به تلگرام تماس میگیرین. ما هم انتظار بودیم و حتی به شاگردای شما نوشتیم که ما انتظار هستیم کجا شدین صوفی غلاتی که میخواست با همراهی ما صحبت کند و اما نآمد و گریخت، برای که موعد ما اینجا بود و ما حتی همراهی یعنی شما یگان عزیز ابو محمد مدنی صاحب موعد نگوین، خب موعد بگوین، اسم ظرف موعد. نه به این چنین چیزها داخل نشو آقای صوفی، به این چنین چیزها داخل نشو. در زبان عربی بیچاره صوفی به من گوش بکن، به این چنین موضوعات داخل نشو. بیچاره صوفی وقت بده صحبت بکنیم، ما صحبت میکنیم. بله تمام ما میفرماییم موعد و موعد باک ندارد و اصلا در زبان عربی و ببین وقت نمیدهی. محمد جاوید صوفی به من وقت بده. تو به من الان وعده دادی که صحبت بکنم، به تو وقت میدیم. چرا من وقتی که صحبت کردم به من وقت نمیدی؟ مثل دیگر صوفی ها چرت و پرت نگو. تو به من از هر طرف داخل نشو. من به تو گفتم زبان عربی رو نمیدونی، گوش بکن. گپ اضافی رو تو شروع کردی. محمد جاوید صوفی نه محمد جاوید صوفی تو اون دیوانگیه که به دیگر انسان ها میکردی به من نمیتوانی که بکنی. من تو رو خوب میشناسم و از همه از الف تا یا تو رو خوب میدونم. شما اگر میفهمیدین غلطی نمیکردین. 2 دقیقه که ما گپ نزده بودی و غلط کردی موعد گفتی. تمام. محمد جاوید صوفی گوش بکن. ما صرف نحو را از تو خوب میدونیم. تو زبان عربی رو بلد نیستی، تو یک جاهلی. نه این چنین محمد جاوید صوفی تو گوش بکن. این یک چرت و پرت تو است. محمد جاوید صوفی نه آداب نداری. ببین محمد جاوید صوفی تو مثل دیگر صوفی ها یک احمق بیش نیستی. برای اون که تو به من وعده دادی که صحبت بکن گوش میکنم. تو یک دیوانه هستی. محمد جاوید صوفی مشرک به من وقت بده، من تو رو اثبات بکنم که تو یک مشرک بیش نیستی. میگذاری؟ حماقت نیست، تو مشرک هستی. بیا از نظر من محمد جاوید از نظر من تو یک مشرک هستی. بیا من به تو اثبات بکنم. بیا تمام علمی را پرسان بکن. خاموش باش. تو پرسان کردی خاموش باش. من اثبات میکنم که تو یک مشرک بیس نیستی. تمام گوش بکن. یک جاهل بیش نیستی. از زبان عربی تو بیخبر هستی. تو اصلا از همون افغانستان بیرون نبر اومدی که درباره زبان عربی صحبت بکنی. ما الحمدلله 10-15 سال است که این مسائل رو خوندیم میدونیم و در لغت جایز است. و مسئله دیگر این است که وقت بده. آقای صوفی نه این سخنهایت بیهوده است. تو این خیلی جاهلیت رو میروی به دیگر صوفی ها میخونی. من به تو در دیگر موضوع صحبت میکنم. تو نمیتوانی که از موضوع مرا بیرون بکنی. آقای محمد جاوید مشرک، محمد جاوید مشرک در مسائل منصوص متعارض از برای دفع تعارض و یا در مسائلی که دارای احتمالات متعارض نیست. آقای محمد جاوید صوفی کلمه رو خطا گفتی. برای دفع مشکل
آقای محمد جاوید، الله المستعان، الله المستعان. این صوفی ها خیلی دیوانه هستند. موضوع رو شروع میکنند و میبرند از موضوع دیوانگی میکنند. الان در کلمه های عربی یک چند کلمه ها رو خطا گفتی محمد جاوید صوفی، تو یک غلط بیش نیستی، کلمه های عربی رو خطا گفتی، الان یک چند کلمه رو خطا گفتی، تو یک جاهل نیستی، صرف نحو رو نمیدونی، تو بیچاره صرف نحو رو نمیدونی، تو کلمه عربی رو نمیدونی. به من بگو که متعارض چیست؟ کنی به من بگو که متعارض چیست؟ متعارض بگو، کنی از کجا متعارض کردی؟ گوش کن یکون دوم گوش کن. این لغت تعارض یتعارض تعارضا فهو متعارض فذاك. ایوه ببین متعارض است. تو متعارض گفتی، تو یک جاهل بیش نیستی، متعارض رو متعارض گفتی. تسجیل بر من تسجیلت ببین محمد جاوید صوفی، 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 محمد جاویدی، محمد مشرک، جاویدی مشرک. گوش بکن، من تسجیل دارم میکنم، من دارم تسجیل میکنم، من دارم تسجیل میکنم. ببین من دارم تسجیل میکنم. تو حالا کلمه رو خطا کردی، تو یک جاهل با اینکار میکنی. تسجیل است، تسجیل شده ایستاده است و خودت هم تسجیل داری میکنی، خودت هم داری تسجیل میکنی. حکمش چیست؟ تقلید حکمش چیست؟ ببین اول تو اقرار بکن که کلمه رو خطا کردی یا نکردی. تقلید حکمش چیست؟ کلمه رو خطا کردی یا نکردی. تقلید برادر عزیز، تقلید در مسائل من برادری تو نیستم، تو مشرک هستی، تو یک مشرک هستی، من برادری تو نیستم، تو مشرک هستی. من در مسئله تقلید به تو صحبت نمیکنم. آیا من به تو وعده دادم که در مسئله تقلید صحبت میکنم؟ بیا در مسئله شرک صحبت میکنیم. شما برادر تقلید حکمش ببین تقلید نه، ببین تحقیق نگو، تقلید نمیشه. و تو چقدر جاهل بوده ای؟ در کجا علما تقلید را تحقیق گفتن؟ نه ببین شما تا فرد یاد دارین. نه ببین به من بگو. تمام. محمد جاوید یک سوال میدیم به تو، یک سوال میدیم. محمد جاوید یا دشنام بتین، پس بنا اندو دکا شما را وقت میتم صرف دشنام بزنین. تمام. باز ما آرام میباشم دشنام شما را میشنم. تمام. بعد از او وعده کنید که بعد از دشنامتان به همراه ما بحث علمی میکنین. تمام. بحث علمی نه، شما چی قوپیق انداختین که او شرک مشرک و او کافر و تمام. وقت بده محمد جاوید وقت بده محمد جاوید صوفی، وقت بده. من میگم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، اولا میگویم که ما همراه تو محمد جاوید صوفی غلط یگان موعد در یگان موضوع معینی که این مسئله تقلید باشد همراه نکردیم. ما با هم میخواستیم که صحبت بکنیم، برای اون که من تو را که از صوفی های غلط مشرک میدانم از همین جهت. لیکن از موضوع تقلید را خود به خود چرا بیرون کردی که من موافق این موضوع نیستم؟ من در با تو اجازت بده صحبت بکنم آقای مشرک، اجازت بده صحبت بکنم. کجا افسانه است؟ من آیا به تو خبر دادم که در موضوع تقلید صحبت میکنم؟ محمد جاوید افسانات رو میروی به دیگر کس میگویی. محمد جاوید مسئله دین است، مسئله توحید است، مسئله لا اله الا الله است، مسئله اصول دین است. تو چرا اصول دین رو میمونی به تقلید میروی؟ بیا در مسئله اصول دین صحبت میکنی. شما چیز کنین؟ لا اله الا الله این امیر برای ما ترکیب کنین. لا اله الا الله محمد رسول الله. گوش بکن، تو چرا به خودت اجازت دادی که فقط اختبار کننده تو هستی؟ ما تو رو اختبار میکنیم که یک مشرک هستی. تو به من بگو
تو به من بگو که معنای لا اله الا الله چی است. تو معنای لا اله الا الله را نمیفهمی. محمد جاوید صوفی، تو معنای لا اله الا الله را میدونی؟ تو چرا به مسئله تقلید شروع کردی؟ تو چرا در مسئله تقلید میخوای صحبت بکنی؟ میخوای بگریزی، تو میگریزی از لا اله الا الله. بیا به من بگو معنای لا اله الا الله چی است. به من بگو معنای لا اله الا الله چی است. به من بگو، به من بگو. محمد جاوید، من به تو سوال میدیم، سوال من یک تا است. معنای لا اله الا الله را به من بگو. کنی بگو که لا اله الا الله چی است. فکر کنین براتون قسم میخورم که چیزش میکنم، ترجمهش میکنم، اما شما قبل از یک ترکیب بکنین همین کلمه. قبل از او را به یک طرف بگذار، قبل از او را به یک طرف بگذار. تو میگریزی، این راهی گریختن تو است، این راهی گریزی تو است، این یک راه خبیث گریزی تو است. ای مشرک، بیا معنای لا اله الا الله را بگو. معنای لا اله الا الله را بگو. ای مشرک غلط، معنای لا اله الا الله را بگو. نه 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 نه، این چیزا را به یک طرف بگذار. من از تو ترکیب نمیخوام. به من لا اله الا الله را معنیش را بگو. معنای لا اله الا الله را بگو. به خاطر ازی باید تو الا الله را نمیفهمی که بگو، بگو به من، بگو محمد جاوید صوفی. تو به من نگریز. ببین تو معنای قادر نیستی معنای لا اله الا الله را بگویی. به من بگو لا اله الا الله را چی معنی دارد. بگو. کنی علما چی گفتن؟ ترجمه را بمون، از به من از علما نقل بکن، از علما نقل بکن که علمای سلف چی گفتن معنای لا اله الا الله. تو نمیدونی لا اله الا الله را. از امام ابو حنیفه بیار، از امام ابو حنیفه بیار که ابو حنیفه لا اله الا الله را چی گفتن. نه 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 نه، راهی گریز را به یک طرف بگذار. لا 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 لا، گریختن را به یک طرف گذار. محمد جاوید والله قادر نیستی معنای لا اله الا الله را بگویی. نگریز. تو از علما نقل بکن، تو از علما نقل بکن، تو از علما نقل بکن که علما چی گفتند. از علما نقل بکن که علما چی گفتند. بگو، سخن علما رو بگو. بله بگو، بله بگو. باز وعده میدی که بعد از ترجمه تو ما ترکیب میکنی توی کلمه را ترکیب نحوی. ما در مسئله لا اله الا الله گپ زده شدیم. تو ترجمه بکن ببینیم که چگونه ترجمه کنی. نه ما ترجمه میکنم، اما تو باید برای ما ایره باز وعده بدی. نه 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 نه، این کودک بازیت رو میروی به همون علمای صوفی کودک بازی میکنی. تو به من لا اله الا الله معناش رو بگو به فهم علما. کنی سخن علما رو بیاور، سخن سلف رو بیاور سخن علما رو بیاور، سخن علما رو و ترجمهش رو بگو. بله میکنم بیاور، من میکنم ترجمه معنای. ببین من به تو شرط میگذارم. گوش بکن. نه نه نه، اول گوش بکن محمد جاوید، اول گوش بکن. گوش بکن محمد جاوید، گوش بکن من نفهمیده استم. گوش بکن. تو اول مرا گوش بکن. جاوید مشرک، تو شتاب نکن، گوش بکن. تو معنای لا اله الا الله رو بگو و علما رو ذکر کن. علمای سلف رو ذکر بکن که علمای سلف مثل تو سخن کردن. انا کو سخن بکن، قطعی علما سخن بکن، از هوا سخن نکن. سخن میکنیم سری تو چیز میکنیم. تو یک صوفی هستی، تو یک گمراه هستی. ما سری تو چیز میکنیم، فهمیدی؟ بگو علمای سلف رو، قرن اول، قرن دوم، قرن سوم رو بیار و معنای لا اله الا الله رو بگو معنای لا اله الا الله رو. معنای لا اله الا الله رو به قرن بگو، به حدیث بگو. خاموش باش. نه 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 نه، خاموش باش نه. تو به من معنای لا اله الا الله رو از سخنهای سلف این امت ذکر بکن. خاموش باش که ترجمه کنم، نه او را گوش میکنم. من درباره ترکیب میکنم. بگو. تمام بگو. یا خاموش باش که ترجمه کنم، یا در این قدر ایمان داری نرستی ترکیب کو که من گوش کنم. تو ترکیبش کو من گوش میکنم. تمام بگو، معنیش رو بگو. نه تحقیر نکن صوفی مشرک، گپ بزن. سخن زیاد نکن، گپ بزن. لا اله الا الله رو بگو، معنیش رو بگو. خاموش باش گوش کن.
بگو. خاموش باش. گو گپ سخن بکن. خاموش باش. سخن بکن. لا اله الا الله. لا از برای نفی جنس است، معنای ترمیشن نیست. معبود برحق. نه نمیرود، این طرزت نمیرود. نه با من ابیات نخون، با من به طرز شعر سخن نکن. اینجا بحث شده ایستاده است. محمد جاوید نه اینجا تو ابیات خونی ناومدی که جلال الدین رومی رو به سر من بخونی. تو اینجا علمی سخن بکن. ابیاتت رو ببر به تگ سلط بزن، ابیاتت رو به زیر سلط بزن. تو به من علما سخن بکن، شعر نخون. اینجا گپ بزن. باش دیگه، ترجمه رو چرا گوش نمیکنی؟ تو شعر میخونی. لا اله الله. ایوه. لا اله، لا نیست معبود برحق موجود، غیر الا به معنای غیر است، الا صفتی است، الا الله، غیر از الله تبارک و تعالی، یعنی معبودی که قابل عبادت باشه موجود نیست مگر الله تعالی جل و علا. این ترجمه را علما کردند. کی کرده؟ ترجمت خطا است. در کل از اینا و الهی به معنای غیر است، اله به معنای غیر است. خطا میکنی. انا ببین محمد جاوید، ببین محمد جاوید معبود برحق موجود الا الله، غیر الله تبارک و تعالی. تمام کردی؟ ابو محمد مدنی، اینالی تو برای ما وعده کرده بودی که ما ترکیبش خوبت رو ببین. صوفی غلط من به تو گفتم اگر لا اله الا الله رو صحیح بیان بکنی همچون یک مسلمان. ببین من چرا تو رو مشرک نگم میدونی؟ محمد جاوید وقت بده. محمد جاوید وقت بده. به من هم وقت بده. به من وقت بده. تحقیر نکن. به من وقت بده. به من وقت بده. انصاف بکن. به من وقت بده. تو این دیوانگی صوفیت رو به دیگران میکنی. تو به سلفی حالی و نخورده ای. به من وقت بده ای دیوانه. من به تو میگویم لا اله الا الله رو خطا میفهمی. تو از اهل سنت نیستی، تو یک صوفی غلط هستی. لا اله کلمه موجود رو بگو. کلمه موجود رو از کجا آوردی؟ کلمه موجود رو از کجا آوردی؟ کنی به من بگو کلمه موجود رو از کجا آوردی؟ کدام علما گفتن تو از پیش خودت سخن نکنین؟ دین تو نیست. از علما سخن بکن. از علما سخن بکن. نه این چونی نمیشه. بعد در همین مسئله سخن علما رو بگو. نه ببین علمای سلف رو ما میگویم. تو ببین ای محمد جاویدی صوفی، ای مشرک، تو ببین من علمای سلف میگم این تفصیل هایی که تو گفته ایستاده ای میدونی قرن چند نومه گفته ایستاده ای؟ من به تو قرن 1 2 3 گفته ایستادم. کنی بگو قرن 1 2 3 رو به من. قرن من نیست ای محمد صوفی قرن من نیست. این تحقیر نکن. این قرن من نیست. محمد صوفی این قرن من نیست. این قرن پیامبر بیان کردن. تو تحقیر شریعت نکن. بگو قرن 1 2 3 علما رو بگو که کلمه موجود رو استفاده بردن یا نبردن. من به تو یک سوال میدم. یعنی یک کس بگوید که الله وجود دارد به همین تمام است؟ همین سوالی که موجودان را کردی همین را جواب بگویم یا نگویم؟ به یک شرط میگویی که علمای سلف قرن 1 2 رو ذکر بکنی. بازی را ببر در خانه‌تان به پیش مادر جانتان. نه این بازی نیست. این دین برای شما بازی است. پیامبر مگر نگفتند
مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند که خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین قرن من است و بعد از این قرن دوم است و بعد از این قرن سوم است. مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند که تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین و عضوا علیها بالنواجذ؟ مگر الله سبحانه و تعالی نگفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول؟ مگر الله سبحانه و تعالی نگفت و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی و نسلیه جهنم و ساءت مسیرا؟ مگر الله سبحانه و تعالی نگفت فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه یصیبهم عذاب علیم؟ و آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند که دین قرآن، سنت و از فهم سلف این امت گرفته می شود؟ کنی کجا است دین تو از سلف؟ کنی قرن یک، قرن دو؟ چرا تحقیر میکنید؟ چرا تحقیر میکنید؟ چرا تحقیر میکنید؟ آیا الله سبحانه و تعالی نگفت که دین رو، آیا نگفت که دین رو الله سبحانه و تعالی خودش بیان کرده است و معنای لا اله الا الله در قرآن بیان شده است؟ معنای لا اله الا الله را در قرآن الله بیان کرده است. معنای لا اله الا الله را رسول الله در قرآن بیان کرده اند. و البته که این یک جاهلی تو است. البته این یک جاهلی تو است. ببینید الله المستعان، به من باید پگاه روزی زنگ میزد محمد جاوید الصوفی، محمد جاوید صوفی. ببینید البته که سخنی ما به هم دیگر خوب نشد، به هم دیگر سخنی ما نشد. بار دیگر زنگ زد به ما گوش نمیکنیم. تو به ما زنگ زدی، ما چرا تو را گوش بکنیم؟ نه 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 نه. ببین کدام علما میفرمایند؟ بگو کدام علما میفرمایند؟ کدام علما میفرمایند؟ نه 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 نه. غلط میکنی آقای صوفی، غلط میکنی آقای صوفی. موجودون را علما برایش خبر میکشن، میگن که موجودون اینمی خبر از برای اله است. فهمیدین؟ باز غلط بیان کردی، دروغ گفتی از نام علما. کدام علما گفتند؟ اصل یک دو سه رو بیار. تو کذاب هستی. کلمه موجود را سخن بکن. من میفهمم که لا این کلمه حرف نافیت الجنس است، لا اسم دارد، اله است، لا خبر دارد. خبری لا را موجود تو از کجا آوردی؟ کنی علما را ذکر بکن، علما یک دو سه رو. تو کذاب هستی. تو علما میگویی از پیش خودت سخن میکنی. تو علما میگویی از پیش خودت سخن میکنی. تو کذاب هستی. موجود ببین جاوید، محمد جاوید. نه ببین، نه ببین میگه اله اسم الله است، مبنی است علی ما ینصب، با آن چیزی که نصب میشه بناء اله منصوب است به خاطری که مفرد است غیر مکرر. پس این در اصل واقع میشه بر هر معبود. تمام کرد. اصل خود واقع بر هر معبود میشه مگر بعد از او بر معبود بر حق غلبه حاصل کرده. پس اله عام است در معبودات. با اینجا وقتی که غلبه بر معبود بر حق آمده، بناهن اینجا میگن که اله معبود بر حق را گفته میشه.
پس به معنای پروردگار می آید. و اشتقاق ازی بعضی علما میگن که مشتق است و بعضی از اونا میگن که نیست. بعضی ها میگن که اشتقاقش من اله الوهیتن است به معنای عبده. پس در اینجا خب بعضی ها بالکل میگن که هیچ مشتق نیست، چنانی که ذات الله تعالی مشتقی نیست، امی اله هم مشتقی نیست به هر ترتیبش. خب یا آله میگن به معنای ازی که به این وزن میگیره که آلهه، در صورتی که بوبین اکنون اجازت میدی که منم صحبت بکنم؟ محمد جاوید تو برای بحث کردن زنگ زدی یا که به من درس داده ایستاده؟ محمد جاوید الله المستعان محمد جاوید گوش بکن. محمد جاوید ببینید این یک اصلا وقت نمیگیرد. خلاص نکردیم ما جواب بگویم که تو واری کوتاعوب و تعور ما بفهمانم سر از این گپ. این گپ ای کوتاعوب و تعور ما تو را واری آدما را بفهمانم. تو یک جاهلی هستی، چی میفهمانی؟ تو دروغ گفتی هستی. کلمه الها وجود ندارد، تو یک شرمنده کذاب هستی. کنی به من بگو که الها در کجا وجود دارد؟ ترکیبم کردم اما نماندی که کاملا ترکیب کنم برایت. من فهمیدم. محمد جاوید صوفی کردیم خیلی تو بگو تو ترکیبش کو. بله تمام. محمد جاوید صوفی تو گمان میکنی هر چیزی که خواستی سخن میکنی و بعد از این چیزی که خواستی از ما طلب میکنی. تو خودت رو کیس کردی توی مشرک. ببین کدام وعده به توی مشرک، کدام وعده؟ تو معنای لا اله الا الله رو از خودت دروغ گفتی. تو معنای لا اله الا الله رو از خودت میگویی. تو معنای لا اله الا الله رو دروغ گفتی. از موضوع نگریز، تو از موضوع میگریزی. بارک الله فیکم. ببینید این محمد جاوید صوفی از موضوع میگریزد. از محمد جاوید صوفی ببینید مردم، ببینید محمد جاوید صوفی به ما زنگ زد میخواد که صحبت بکنیم، به ما وقت نمیدهد. فقط صحبت میکند. یعنی مثل دیگر همون صوفی ها هست که همیشه صحبت میکند، وقت نمیدهد. انا حالا هم صحبت کردش است، به ما وقت نمیدهد. ببینید به ما وقت نمیدهد. بیا ما به تو بیان بکنیم. تو وقت بده. محمد جاوید تو به من وقت بده، گمراهیت رو در 5 دقیقه بیان میکنم که تو مشرک هستی. وقت میدی؟ ببین 5 دقیقه وقت ده، والله اثبات میکنم که تو مشرک هستی. میترسی از اهل توحید میترسی. وقت بده. چرا در دیگر مسئله گپ میزنیم؟ در دیگر مسئله گپ نمیزنیم، در همین مسئله شرک و توحید گپ میزنیم. به من وقت بده. انصاف داری؟ من به تو وقت دادم. بیا به من وقت بده، گوش بکن، من تو رو اثبات کنم که تو مشرک هستی و کذاب هستی و دروغگو هستی. چه حماقت؟ کذابی تو رو ببین محمد جاوید صوفی کذابی تو رو اثبات کردن این حماقت است. ببینید به ما وقت نمیدهد. او الان لا اله الا الله را معنی داد کرد. البته معنی دادش غلط است. از پیش خودش میگد علما میگد علما رو ذکر نمی کند. من از این سوال کردم که کنی علما رو ذکر بکن. علما رو ذکر نمی کند و من را دشنام میتید، فقط دشنام میتید. البته که منم به او وقت ندادم، لیکن در آخر دیدید که به او وقت دادم. 3 دقیقه سخن میکند و من سخن او را میخوام که بیان بکنم، به من وقت نمیتید. من به او گفته شدم که به من 5 دقیقه وقت بده، من اثبات بکنم که تو مشرک هستی و بیان میکنم. او فقط میگه که ترکیب بکن. ترکیب کردن در اینجا مهم نیست، در اینجا معنای لا اله الا الله مهم است. ترکیب معروف است، لیکن کلمه موجود را از خودش آورد،
این کلمه رو از کجا آورد؟ او گفت، از خودش گفت که ما کلمه موجود رو علما گفتند. ما میگفتیم، ما با محمد جاوید صوفی سوال دادیم که محمد جاوید صوفی کدام علما کلمه موجود رو ذکر کردند؟ نمیگوید و از پیش خودش علما میگد و میگوید علما به دو قسم تقسیم شدند. بار دیگر سوال میکنیم کدام علما؟ او بار دیگر ذکر نمیکند و سخن میکند. این محمد جاوید صوفی همین خیل دیوانگی کرده در بین علما و طالب علمای افغانستان، گویا که غلبه به نظر خودش کرده است. نه، این غلبه نکرده است، این یک دیوانه است. به انسان وقت نمیدید که اثبات بکند. من حالا گفته شدم که به من 5 دقیقه وقت بده، من مشرک بودنی تو را اثبات میکنم. برای چی؟ برای اینکه لا اله الا الله معناش لا موجود نیست و معنای اله را هم خطا کرد و علما را تهمت کرد و علما را نمیشناسد. این یک مشرک است. معنایی که این لا اله الا الله را بیان کرد معنای صوفی ها بیان کرده است. ببینید تو حال سخن میکند، به من وقت نمیدید. با این طریقه خودش رو من پیشه گرفتم. برادران و خواهران عزیز، طریقه خودی همین محمد جاوید صوفی رو پیش گرفتم و هم سخنی کس رو گوش نمیکنه، سخن کردن میگیرد. من هم طریقه خودش رو پیش گرفتم. معنای لا اله الا الله نیست اله موجود بجز الله گفتن، این معناش همین است که یعنی معنای عقیده صوفی است. عقیده صوفی همین است. و بعد از همین عبادت کردن الههای باطل رو هم اینا جایز میدانند و قبر پرستی میکنند و توسل رو بعد از این میگیرند و اینا مشرک شده هستند و از نام علما سخنهای باطل میگند. از نام علما سخنهای باطل میگند. من به محمد جاوید صوفی گفتم به من وقت بده که من به تو اثبات بکنم که تو یک مشرک هستی. به من نمیگد من به تو وقت نمیدم. پس برادران عزیز و خواهران بزرگوار، وقتی که یک صوفی به من زنگ میزند و از من خواهش میکند که گوش بکن، من او را گوش میکنم و به من وقت نمیدهد که من به او چندین بار میگم که به من وقت بده که صحبت بکنم که تو یک مشرک هستی، نه، به من وقت نمیدهد. برای چی او میخواهد که من در مسئله ترکیب فقط صحبت بکنم؟ برای اون که محمد جاوید صوفی معنای لا اله الا الله را به معنای صوفیگی سخن کرد و نمیخواهد که خطاگی او را، شرک او را، کفر او را من بیان بکنم. لا موجود بحق الا الله معناش همین است که هر کسی که بگوید که یک موجود هست، الله هست بگوید، تمامی مسلمان است. کفر به طاغوت نداشته باشد هم مسلمان است، الولا و البرا نداشته باشد هم مسلمان است، از شرک و مشرکین جدا نشده باشد هم مسلمان است، غیر الله را عبادت کرده باشد هم مسلمان است. برای چی؟ برای اینکه گفت که یک موجود هست به الله، یک موجود هست الله هست. ببینید این محمد جاوید صوفی چگونه مشرک است. انا الان تلفن رو کشت و رفت. برادران عزیز، ما میگیم که این محمد جاوید صوفی معنای لا اله الا الله را نمیفهمد، قسم به الله نمیفهمد از نظر اهل سنت و جماعت. و دومین چیز، همیشه از نام علما سخن میکنند. من به او یک سوال دادم که به من بگو کدام علما معنای لا اله الا الله را نیست موجود گفته هستند؟ میگوید که فقط علما. کدام علما؟ دروغ میگوید، کذاب است. او حالا اهل سنت و جماعت را ندیده است، او حالا طالب علمان اهل سنت و جماعت را ندیده است. ما هر یک کلمه شما رو میفهمیم. سوم میگوید که صرف نحو نخوندی. ما به شما میگیم ای ملت فارس و تاجیک که ما الحمدلله 10-15 سال است که در بین عرب تعلیم میگیریم و صرف نحو را هم از تاجیکستان تا عرب چندین بار خوندیم، از علمای معتبر خوندیم. اما این بیچاره در کدام دولت عربی از علمای عرب تعلیم گرفت؟ نه، اولها میگوید. اگر بگوید که دروغ میگویی، مرحمت در درون همین تسجیلی که الله کرده شدم به من گفت اولها معنای اله از اولها میگوید. کلمه اولها وجود ندارد. والله کلمه عربی را نمیداند بگوید که چگونه معنا دارد و معنای اله را نمیداند که چی معنی دارد و از خودش کلمه می آورد و دروغ میگوید. اولها، کسی که اولها میگوید او اصلا لا اله الا الله را نفهمیده است. کسی که لا اله الا الله را نمیفهمد او حق ندارد که درباره اسلام صحبت بکند. او خودش حالی مسلمان نیست. به همین خاطر ما میگیم که محمد جاوید مشرک است. چرا؟ برای اینکه او میگه که نیست موجود بجز الله. یعنی معناش این است که یا نیست موجود بغیر از الله. معناش این است که اگر یک کس بگوید که
نیست موجود، شهادت میدیم که نیست موجود بجز الله، یعنی شهادت بدید که یک تا موجود هست، این الله هست، بگوید تمام، عمل نکنه تمام مسلمان است، شرک کنه تمام مسلمان است. برای همین مشرکا توسل، البته توسل را خطا فهمیدن، معنای توسل را هم خطا فهمیدن، استغاثه کردن به غیر الله. قبر میپرستند، به سر قبر میروند و میگن که اسالک شفاعت، به سر قبر میروند و طلب میکنند و این توسل میگویند. این توسل نیست، این استغاثه، این عبادت است، عبادت به غیر الله انجام میدن و میگن که این آدم مسلمان است و خودشون مسلمان میگن. چرا؟ برای که در نزد اینها مسلمانی چیست؟ مسلمانی فقط این که نیست موجود به غیر از الله بگوید، یعنی یک موجود است، الله هست، گوید تمام است. انا همینجاست که من میخوام که صحبتش بکنم و همینجاست که من به او تحدی کردم و گفتم که به من 5 دقیقه وقت بده، والله اثبات میکنم که تو در منهج حق نیستی، تو در منهج قرآن و سنت نیستی، تو در منهج اهل سنت والجماعت نیستی، تو یک مشرک بیش نیستی. برای این شرک است. دومین چیز ما چرا مشرکش میگیم؟ یکم لا اله الا الله را به معنای شرکی بیان میکند، نمیداند، و دوما توسل گرفتن را از قبر جایز میداند و در یوتیوب سخنهاش وجود دارد. توسل نه به معنای توسل شرعی، استغاثه کردن از قبرها را جایز میداند، طلب کردنی از قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم، طلب شفاعت و غیره را جایز میداند. این مشرک است، والله این مشرک است. هر کسی که همین سخن من رو میگه او مشرک است. شما چی میگین؟ فکر میکنین که ما نمیفهمیم؟ که شما بازی میکنین. کلمه الوهه رو از کجا آوردی؟ الوهه کلمه عربی هست؟ الوهه وجود دارد، کسره هست، حرف لا کسره دارد. ای بیچاره، برو زبان عربی رو آموز، صرف رو آموز. و بعد از این میگوید معارض میگد. در کجا معارض آمده است؟ سبحان الله. یا معارض میگد که همون در وقتش من گرفتم و تکرار کرد و غلطش رو قریب که فهمید و مرا از موضوع بیرون کرد. ببینید یک باره میدارد موعد گم موعد میگد. در زبان عربی جایز است سردشم. کلمه های است که در زبان عربی جایز است. و بعد از این میخواد از موضوع بگذرد و میگه که در مسئله تقلید گام میزنیم. ما آیا وعده داده بودیم که در مسئله تقلید صحبت میکنیم؟ ما موضوع رو انتخاب نکرده بودیم. من از اولی که اعلان کرده بودم که به محمد جاوید صوفی مشرک صحبت میکنم، در مسئله مشرک بودنی صحبت میکنم. این برای که مسئله اصول دین است. وقتی که لا اله الا الله رو معنیش رو نمیدونی، ای محمد جاوید صوفی مقلد خبیثی که تقلیدت رو نه به ابو حنیفه کردی، تقلیدت رو به صوفی ها مشرک کردی، تو وقتی که کلمه توحید رو نمیفهمی چرا در مسئله تقلید سخن میکنم منم روی تو؟ او به من معنای لا اله الا الله رو از اول تا به آخر به معنای صوفی های غلات معنی داد کرد. معنای اله رو الوهه گفت، کلمه رو خطا بیان کرد، شرک رو جایز گفت در معنی دادش، و بعد از این میگه که نه خطاگی مرا نگو، تو باید ترکیب بکنی. چرا من باید ترکیب بکنم؟ من به تو معنایی که گفتی میگم که تو خطا کردی. ترکیب کردن اینجا هیچ اساس ندارد، در حالتی که تو معنی رو خطا کردی. سخنی ما درباره موجود است، البته ترکیب رو میدونیم. ما در این مسئله لا اله الا الله 100 حلقه صحبت داریم. لا این لفت این جنس است. لا بر خودش بعد از خودش 2 کلمه باید از اسم داشته باشد. اله منصوب باید باشد، اسم است، و بعد از این خبر داشته باشد. اختلاف من تو در خبر است که خبر رو موجود میگویی و از کجا آوردی؟ من به تو گفتم خبر رو وقتی که آوردی سخن علما رو بگو. تو میگویی فقط نام علما گفتند. کدام علما گفتند؟ عصر 1 2 3 رو بیار. به من تحقیر میکند. انمین است دین صوفی ها، انمین است مشرکی صوفی ها که معنای لا اله الا الله رو نمیدانند. من به او گفتم و پیش از این 1 نفر دیگر که زنگ زده بود رکن لا اله الا الله رو بگو نمیداند، شرط های لا اله الا الله رو بگو نمیداند. وقتی که یک انسانی که معنای لا اله الا الله رو، رکن های لا اله الا الله رو، شرط هاش رو نمیداند، او حق ندارد که در مسائل اسلام صحبت بکند. او یک جاهل است و انمین سبب شرکش انمین لا اله الا الله رو ندانستن است. به خاطر چی من به لا اله الا الله بردم؟ برای که تمام مشکلی و تمام شرک و تمام کفر به همین لا اله الا الله باز میگردد. وقتی که صحیح فهمیدی دینت صحیح میشد، وقتی که خطا فهمیدی دینت خطا میشد. بارک الله فیکم. سخن رو در روزانه میکشیم. او کشت رفت
و شاید در تلفنش هر خیلی چیزایی بگوید، لیکن بدانید که معنای لا اله الا الله را محمد جاویدی صوفی مشرک نمیداند و استغاثه کردن به قبر را او جایز میداند. چرا؟ برای اینکه معنای لا اله الا الله را خطا فهمید. نیست موجود بجز الله گفت. یعنی اگر گوید که یک موجود الله هست، تمام انمین است گمراهی شما، انمین است جاهلی شما. حالا ما به دیگر موضوع نرفتیم، حالا ما در مسئله آیا شما مشرک را میشناسید نرفتیم، آیا شما توحید را میدونید نرفتیم. حالا شما درباره لا اله الا الله اینقدر میلرزید، میجوشید، میکفید، دیوانگی میکنید. شما گمان نکنید که اون دیوانگی که در حق دیگر رو کردید در حق ما هم میکنیم. نه والله، شما برادران اهل سنت افغانستان را اذیت دادید، اونها را از آداب و اخلاقشان استفاده بردید و ما آموختیم که در رو بروی شما گوش کردن سخن شما و به شما فرصت دادن و به شما سرخم کردن این یک احمقی است. به شما مثل شما باید معامله کرده شود. شما چه خیلی که به ما انمین خیل معامله میکنید، ما با شما معامله میکنیم. اگر یک انصاف داره به عقل به علم برایت آرامانه بحث بکند، ما آماده ایم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادران و خواهران عزیز، خود شما دیدید که محمد جاوید به ما تماس گرفت و با همراهی او صحبت ها البته که رفت و حالا ما به او زنگ میزنیم، تماس میگیریم برای اثبات کردن این که او در معنای لا اله الا الله جاهل است و توحید و شرک را نمیداند و جدا کرده نمیتواند و از او خواهش میکنیم که به ما فرصت بدهد و به او اثبات میکنیم در مدت 5 دقیقه، نه ما پیشتر 5 دقیقه خصوص 3 دقیقه به ما فرصت بدهد، به او اثبات میکنیم که او جاهل بیش نیست. بیاید زنگ بزنیم. الو. بله. محمد جاویدی حنفی صوفی، اجازت میدهی که غلط های کرده ای تو و جهالتت در بالای لا اله الا الله رو بیان بکنم و شاید هدایت بیابی؟ غلط ها را یا غلطی ها و اشتباهات را با شما بیان کنیم، پسان باز بیان کنین. آلی فقط وعده ای که کرده بودین که باز به وعده می روی. محمد جاوید در زبان فارسی یک سخن است: اگر مسلمانیت خوب نباشد لااقل مرد باش. تو لا اله الا الله را نامردانه و نامسلمانانه شرح دادی، تو یک کذابی کردی. من میخوام اول به تو بیان بکنم که تو کذاب هستی و بعد از این من ترکیب میکنم لا اله الا الله را. اجازت بده. اگر میخوای گپ بزنیم، آرام گپ بزنیم، بیا آرام گپ بزنیم، بیا آرام گپ بزنیم، به من فرصت بده. فرصت در صورتی میتونم که تو ببین کردی به وفا کنی. محمد جاوید تو ترجمه تمام. بعد ما ترکیب میکنم. محمد جاوید اگر ما غلط ترجمه کردیم، خوب ترجمه کردیم، باز پسان بعد از اینکه تو ترکیبش کردی باز برای ما میگی که تو این جایا را اشتباه ترجمه کردی. اولا ترکیب خودت بگو برای من. ببین، یک چیزی که شریعت مرا ملزم نکرده است تو نمیتوانی که ملزم بکنی. تو خطا ترجمه کردی و خطا بیان کردی. سبحان الله. محمد جاوید الله المستعان. ببینید، بله ملزم کرده. بیا به سوال جواب بدیم. به سوال هایت میخوای جواب بگیری؟ محمد جاوید صوفی، ببین نه تو ببین محمد جاوید، تو مثل یک کودک صحبت میکنی. محمد جاوید
محمد جاوید سلامتیت محمد جاوید محمد جاوید نه 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 مسئله ببینید مردم ببینید والله وقت نمیدید. من زنگ زدم به محمد جاوید باز وقت نمیدید. محمد جاوید تو یک جوان هستی، تو یک عقل داری سلامتیت خوب است ان شاء الله. چیزی که تو خواستی من نمیگویم، من گمراهی تو رو بیان میکنم. تو چرا اینجوری به من شرط میگذاری که تو ببین لا اله الا الله رو سبحان الله ببین من درباره ترکیب بله ببین اجازه بده صحبت بکنم. بله برای اون که من نمیخوام به خواست تو صحبت بکنم. من خودم چگونه که خواستم جواب میدم. برادران فارس و تاجیک میدانند. محمد جاوید برادران فارس و تاجیک میدانند که ما ابو محمد مدنی 100 حلقه درباره لا اله الا الله محمد رسول الله داریم و درباره ترکیب این کلمه یک چند حلقه کردیم. ما از یاد و بسیار خوب میدانیم. من پیش از این که ببین آداب نداری محمد جاوید، آداب نداری، اخلاق نداری. ببین تو به من گفتی که آیا شریعت ملزم کرده است که مشرک بگویم؟ بله شریعت ملزم کرده است. چرا؟ من چی رو خواهم جواب میدم. الله سبحانه و تعالی ببین ببین محمد جاوید من به تو تماس گرفتم، تلفن رو خاموش کردی. ببینید برادران عزیز، خواهران بزرگوار، من به محمد جاوید صوفی افغان تماس گرفتم. او تلفن کشت. محمد جاوید تلفن خاموش کرد، گریخت. محمد جاوید حنفی تلفن رو خاموش کرد، گریخت رفت. این صوفی های گمراه منهجشون همین است، میگریزند. گریخت رفت. الان دومین مرتبه به محمد جاوید صوفی تماس گرفتم. من به او گفتم که لااقل اگر مسلمانیت خوب نباشد، خیانتکار نامرد باشی، اقلا مردی یک مردیگری افغانی رو، یک آدمی که در گپش میستد به من وقت بده. او میگد که نه خطاگی مرا نگو. محمد جاوید صوفی میگد که نه خطاگی مرا نگو، بلکه تو میگد بجای خطاگی من لا اله الا الله رو ترکیب بکن. چرا این سخن رو میگوید؟ برای اینکه من وقتی که ترکیب کردم، ترکیب من از ترکیب او فرق دارد. معنای اهل سنت از معنای اهل صوفی ها فرق دارد. ترکیب ما از ترکیب اونها کمی فرق دارد. از همین جهت او بعد از این که من لا اله الا الله رو ترکیب کردم، به من نمیگذارد که دیگر صحبت بکنم و خطاگی های خودش رو از من شنیدن نمیخواد و به من فرصت نمیدهد که من صحبت بکنم و یک بار او هجوم میکند به من در مسئله گویا که خطاگی من. چخیلی که شما در همه حالت میبینید که صوفی ها یک اخلاق بد دارند که یک بار سخن کردن میگیرند و به طرف مقابل سخن نمیتیند. من به او میگویم که چخیلی که در تسجیل پیش یک تسجیل اول به شما بیان کردم که او در همون معنی دادی ترکیب لا اله الا الله یک چند خطاگی ها و غلط های بینهایت بزرگ را انجام داد که عاقبت این غلط هایش عاقبتش است، عاقبتش رفتن باز به همون شرک است. یعنی محمد جاوید صوفی شرک را جایز می‌داند و من میخواهم به محمد جاوید صوفی بگویم که به من 3 دقیقه وقت بده. در تسجیل اول گفتم 5 دقیقه، حالا 3 دقیقه وقت بده که بگویم که یکم خطا کردی، از نام علما دروغ گفتی. یگان علما رو بیار
از علمای قرن یکم، قرن دوم، قرن سوم، از علمای سلف که لا اله الا الله را لا موجود الا غیر الله گفته باشند، لا موجود غیر الله گفت. بیار و میخوام اثبات میکنم که این سخنش دروغ است و علمای قرن یک دو برعکس دیگر سخن کردند. علمای قرن یک دو این مذهب جهمی رو انکار کردند. این مذهب اهل کلام و مذهب جهمی است که معنای لا اله الا الله در نزد این صوفی غلات فقط ربوبیت است، الوهیت نیست. لا موجود غیر الله، لا اله موجود غیر الله، معنایش چی است؟ معنایش توحید ربوبیت است. توحید الوهیت رو اینو ندارد. من میخوام اثبات بکنم به اینکه اینو الوهیت ندارند، اینها مشرک هستند در الوهیت. برای همون اینها قبر پرست هستند، از همین جهت در گرد قبر طواف میکنند، اولیا پرست هستند و شفاعت طلب کننده از پیامبر و اولیا هستند، استغاثه از مرده ها میکنند. برای چی؟ برای اینکه اینها توحید الوهیت رو ندارند و لا اله الا الله را به خاطر توحید ربوبیت میگن، نه الوهیت. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به کدام خاطر مبعوث شده است؟ به کدام مقصد؟ الله گویا به توحید ربوبیت برده است. از نظر محمد جاوید و امثالش، گرچنده که اینو بازی میکنند، نه میگویند به ما شاید یک سخنها بگویند، اما سخنشون معناش این است. مشرکای قریش گویا که مسلمان بود، برای اینکه اونها توحید ربوبیت رو قبول داشت. مشکلی اونها در توحید الوهیت بود. سبحان الله. و بعد از این میگن که توحید الوهیت ربوبیت از کجا پیدا شده؟ اون ما به تو آیات رو میاریم، از صحابه روایت میکنیم، از قرن یک دو سه میبیاریم. آیا دینت رو، قرآن و سنت رو به همون فرمان داده، به همون فرمان رسول الله میگیری که به فهم سلف این امت، یا که به فهم قرن 4 5 6 7 از این علمای صوفی غلات اشعری کلامی جهمیت میگیری؟ ما این علمای جهمیت رو، علمای اشعری مطرد رو قبول نداریم. مرحمت، قرن اول دوم سوم رو بیار و ما در مسئله توحید قرن اول دوم سوم رو میبیاریم، آیت قرآن رو میبیاریم. انا همین است که شما میگریزید، انا همین است که شما فرار میکنید. و به او میخواهم بیان بکنم که کلمه ها رو خطا کردی و از همین سبب بیان خطایت در لا اله الا الله گمراه شدی. و البته که بار دوم هم جوال رو خاموش کرد و از نزد ما رفت. بیاید بار سوم زنگ میزنیم، اگر لازم شود بار دهم زنگ میزنیم. شما فکر نکنین که اهل سنت و الجماعت از این مشرکین یگان هراسی دارد. نه والله، هر کسی که از قبوری ها هست بیاید اثبات بکند به یک دلیل، به یک حجت صحیح که قبر پرستی جایز است و پیش از این معنای لا اله الا الله را بیان بکند که آیا لا اله الا الله اجازت میدهد که قبر پرستی کنیم یا لا اله الا الله ضد قبر پرستی است. انمین است که علما گفتند صوفی ها، قبوری ها به مانندی خانه های عنکبوت هستند، خانه های تارتنک هستند. یک پوف کنید نابود میشوند. الله خارشان کند. مراجعت میکنم به جوانهای تاجیکی که فکر میکنند که این محمد جواد چیزی است. جوانهای تاجیک، نه والله محمد جاوید چیزی نیست. تاجیک ها علما دارند، به همون علمای تاجیک دست زنید، چنگ زنید. علمای شما این بخاری است، امام بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری. علمای شما ابو مسلم خوجندی هست. وقتی که اتحاد سفید، این دولت شوروی کفری، این دولت های امارات بخارا و دولت های امارات قوقند این سرزمین اسلام را آمد و اشغال کرد، مسلمان ها را کشت، یک عالم گریخت رفت از این سرزمین، در جزیره زندگی کرد، در مکه، در حاضر مملکت عربستان سعودی تا وقتی مرگش. این نامش معروف است در سعودی، ابو مسلم خوجندی، و یک چند کتاب نوشت. مرحمت، این علمایتون رو ببینید که 100 سال 150 سال پیش چگونه کتاب ها نوشته بود. 100 سال پیش از همین مرغلان برآمد رفت، از خوجند برآمد رفت. خوجند تاجیک‌ها هستند. یک چند کتاب نوشت. الهدیه الی مسلم الیابان،
حکم و اتباع المذهب و در مسئله توحید و عقیده کتاب نوشته به مسلم خوجندی. و این چنین به دیگر از علمای خود نظر بکنید. امام بخاری پیش از وفاتشون کتاب نوشتن خلق و افعال العباد که از اول تا آخر انا میخیل محمد جاویدی صوفی مشرک این چنین انسانها رو انکار میکند. او به من میگوید که تو یک بی‌ادبی کردی، کی مجبور کرده است؟ آیا الله خواست است که مرا مشرک بگویی؟ بله. وقتی که تو خودت رو یک عالم حنفی میگویی و به مذهبی حنفی تهمت میزنی، مذهبی ابو حنیفه از تو براءت را اعلام میکند. خود ابو حنیفه اگر زنده میبود حکم مرتد میداد و تو رو حکم قتل میزد. استادان تو جعد ابن درهم را خالد ابن عبدالله امیری در عراق سرش را برید، در روز عید قربان قربانی کرد. استاد تو جهم ابن صفوان را در خراسان حکم ردت دادند. علما همه اجماع کردند که مرتد است و قتل کردند. و اگر ابو حنیفه زنده می بودند، دولت اسلام می بود، تو را هم همچون مرتد قتل میکردند، برای که تو کذاب دروغ مسلمان ها را به شرک دعوت میکنی. ابو حنیفه در فقه اکبر بیان کرده است که مذهب تو باطل است. در عقیده طحاوی آمده است که مذهب تو باطل است. ابن ابی العز حنفی بیان کرده است که عقیده تو باطل است. الشیخ العلامه الرومی الحنفی بگیم الحنفی الحلبی بیان کرده است که عقیده تو شرکیت باطل است. و مثل تو انسان هایی که استغاثه کردن را و معنای لا اله الا الله را موجود میگند مشرک گفتند. و این چنین مولانا علامه الرومی حنفی در این مسئله انکار کردند. خود ابو حنیفه، شاگردان ابو حنیفه، محمد بگیم یعقوب ابن ابراهیم، ابو یوسف، محمد ابن الحسن الشیبانی، حتی به طرف قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کرده سلام دادن را جایز نمیدانند. جایز نیست میگن که حتی به طرف قبر پیامبر نگاه کرده سلام بدی. وقتی که سلام به پیامبر میتی به طرف قبله نگاه کرده سلام بکن میگن. از قبر پرسیدن را شرک میدانند و معنای لا اله الا الله را مثل که تو گفتی نمیدانند، بلکه معنای لا اله الا الله را الوهیت میگویند. پس تو را ما چرا واجب مشرک گفتیم؟ برای اینکه دین به ما واجب کرد که مشرک بگیم. چرا که تو یک آدم عادی نیستی، تو مثل یک بگویم خودت رو یک عالم میگیری و به دیگر انسان ها بحث و مناظره میکنی و به ما واجب است که حقیقت تو رو بیان بکنیم که تو یک مشرک هستی. اگر یک انسان عادی می بود ما این سخن رو نمیگفتیم. الله به ما واجب گفته است که براءت را از مشرکین اعلام بکنید و بیان بکنید که مشرک است. تو فکر کردی محمد جاوید صوفی مثل دیگر انسان ها می برای تقلید سخن میکنی، می برای در مسئله سله سخن میکنی، می برای در مسئله مسح کشیدن به بالای مسیح سخن میکنی، می برای در باره یک کلمه موعد سخن میکنی که خودت در مدت یک چند دقیقه یک چند کلمه رو خطا بیان کردی، تلفظ کردن نمیتونی، یک جاهلی عربی رو نمیفهمی، تو فکر میکنی که ما به تو اجازت میدیم. نه، انمین است عاقبت تو. به این چنین مشرکا فریفته نشوید که عاقبت دین شما هم باطل میشود. بارک الله فیکم. و با همین سخن رو به پایان میرسونیم. و این محمد جاوید صوفی و دیگر صوفی تاجیکایی که به من برآمده بودند و صحبت به من اجازه ندادند که صحبت بکنم، دشنام و حقارت کردند، همه اش یک رنگ و یک آب و یک منهج و یک سرچشمه دارد. اینها فقط به همون هجوم کردن و دشنام کردن و وقت ندادن و کمبودی گفتن در همه وقت غلبه کردن، لیکن به ما این عملشون راه نمییابد. شما شاید بگویید که برادر ابو محمد چرا صحبت به او اجازت ندادی؟ ما کم اجازت دادیم و او هم باید به ما کم اجازت میداد. نه میگوید هر چیزی که من خواستم همین رو صحبت میکنیم. من به او اجازت دادم که هر چیزی رو که خواست